ویدیو روشنه. خب سلام. بعد از فکر کنم 2 ماه به خاطر یه شرایطی دیگه ویدیو نذاشتیم. بازی دیدم که نداشتیم، بدترم شد. دوربین کجاست؟ این دوربین نمیاد. الان از صورت قشنگمون رونمایی کردیم با لباس باشگاه. دیگه بریم یه ویدیو فعلی بگیریم. نزدیک چهارشنبه سوریه. من این روشن نکردم. خب یه چیزم درباره این پشت بگم. یه دکور فعلی من درست کردم. این پارچه است. دکور فعلی درست کردم با این چراغا. باز دکور رو بهتر میکنیم دیگه. از این در بزن بریم. چیکار میکنی؟ بزن بریم. خب همونجور که از تایتل ویدیو متوجه شدین، ویدیو درباره مسائل من درباره چهارشنبه سوری، چون نزدیک چهارشنبه سوریه دیگه. آره خب صورت منم ندارین چون من میز باید باشیم. میز بخشیدم دیگه سرما خوردم. خب بذار اولین وسیله یا کارتون قنده. به این چیه؟ اسمشو بکنم تایتان. از این هست که میره هوا میتره که کهکشان. اولی قشنگ. قیمتاش هم بگم. این الان این 90,000 تومان. من خیلی وقت پیش خریدم. الان فکر کنم 180 تومان خورده شده باشه. بعدی یه عدد کهکشان آبشار مارک دروج نایس یه چیزی همجوری دیگه. این بالاش هم خراب شده. من چش زدم. اینو من خریدم. همه قیمت و قدیمه. الان خیلی بیشتر شده. این من خریدم 90 تومان. الان میکنم 120 140 تومان. خب آیتم بعدی یه عدد منور. از این هست که اینجوری میگیری دستت چند تا میزنه. 15 شوت خارجی چینیه. چینیه. من خریدم 20 تومان. الان کنم 30-40 تومان شده باشه. خب آیتم بعدی یه عدد از اینا شکلاتی ایرانی که همه ایرانه. از این شکلی هست. داخلش 19 تا داره. اینو خریدم 30,000 تومان. بعدی یه چیزی شبیه هم بیارم. یه بسته شکلاتی ایرانی 7 طبقه. همین 7 طبقه هم شکلاتیه دیگه. اینا این شکلیه. دوربین کو فوکوس کن. این شکلیه دیگه. خب اینو من خریدم 110 تومان. الان 170 180 تومان شده. آیتم بعدی سیگارت. بله سیگارت. چیزی که تمام بچه‌ها دارن. اینو من خریدم 55,000 تومان. ولی خب الان 65 تومان 80 تومان میفروشنش بعضی جا. گرجیه. این حالا بعضیشو من زدم. از این من این یه بسته 2 بسته 3 بسته 4 تا بسته دارم. البته 5 تا بسته بود. یه دراشو دادم به دوستم. همینجوری. البته باز میخوایم بخریم بیشتر. سرم خودی ما ول نمیکنم وسط ویدیو. خب اینو گفتم دیگه. 55 خریدم. من 80 تومان هست سیگارتا. این سوتی هم یه دونه رو دارم. آره هم یه دونه است. اینو من خریدم 8,500. الان فکر کنم 10 تومان شده باشه. این از این هست که اینجوری رفت. آی آیتم بعدی چیزی که منحصر به فرد میکنه چهارشنبه سوری و چیزی نیست جز کپسولی.
کپسولی فیزا گرفتم دونه من 15 تومن، الان فکر کنم 20 تومن شده باشه. البته بعضی جا 10 تومن هم میده، من گرون گرفتم. بستش هست 480 تومن. چرتایی من 1 2 تا 3 تا 4 5 6 تا خریدم، بعضیشو زدم من 4 تا مونده. البته بازم میخوام یه کپسول یه باکس با دوستان بگیریم، اونا رو باز توی ویدیو دیگه نشون میدم. این خب برو اینا رو گفتم قیمتشو. آیتم بعدی، چیزی که خیلی گشتم دنبالش، بله دینامیت چینیا. اینا رو گرفتم 18,500، الان فوقا 20 تومن 30 تومن شده باشه، نمیدونم بازم من قیمت رو همینجوری دارم میگم، اما قیمت قبلیه اینا. و چیزی که همین امروز خریدم، همین قبل ویدیو داشتم از مرسه می اومدم، چیزی نیست جز کپسولی چیه میدونین دیگه، مثلثی. اینا رو من خریدم دونه 4000 تومن. البته اینا رو همین الان خریدم، قیمتش الانه 4000 تومن. 5 تا گرفتم، 2 تاشو زدیم. بازم میگیرم توی ویدیو دیگه نشون میدم این 3 تا. اصل کاری اینه، فندکه اینه. اصل کاری بله، چیزی که شاید ندیده باشین، حتی چیزی که خودم مشتاق دیدارشم و یارو هم خیلی تعریف میکرد، میگفت که تو فضای باز نزن، جلوی کسی نزن و اینا، تو فضای بسته نزن، باز چیه؟ بله دراگون متوسط یا تندر یا علی، حالا همین دیگه. اینو خریدم دونه 25 تومن، فکر کنم 50 تومن شده باشه. این صداش یارو گفتش خیلی زیاده، هیچ وقت تو جمع نزن، ممکنه پرت بشه تو صورت کسی بخوره. خیلی هم دنبالش گشتم، اصلا مارکش هم نمیدونم چیه، فقط میدونم خیلی خوبه. اینم که خالی شد دیگه، اینم خالیه، هیچی نداره. خب همین دیگه. اینا خیلی 25 تا. اینم برو تویه جلو، تویه بالا. خب بریم همه رو با هم بهتون نشون بدم. بزنم بریم. خب به قسمت آخر ویدیو خوش اومدید. قسمت حالا که همینجوری گرفتم ویدیو بیشتر بشه دیگه. این همه ترقا با همه، بازم تاکید میکنم این ترقا قرار بیشتر بشه، ویدیو دیگه نشون میدم. باز نگین چقدر کم گرفتی و فلان گرفتی و فلان گرفتی. همینا الان 1 تومن خرج برداشته با قیمت قدیم تا بود. خب با آخر ویدیو خوش منم گفتم باز خاموشه که. خب با آخر ویدیو خوش اومدید. با آخر ویدیو خوش اومدین. باز چه میگم خوش اومدین. خب دیگه لایک ساب ای بابا، لایک سابسکرایب که حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت هم بذارین. کامنت اگه ساب کردین کامنت انگلیسی بذارین که سابتون نپره. همین دیگه. دم شما گرم. خداحافظ.